سلام، آرمان زرعی هستم و این ویدیو یک ویدیو از کانال آرمان زد آره. به جلسه سوم تحلیل تکنیکال به روش RTM خوش اومدین. همونطور که در جلسه قبل در مورد سقف و کف مؤثر و روندهای اصلی و فرعی با هم صحبت کردیم، تو این جلسه میخوام بپردازم به 3 تا بحث. بحث اول در مورد تایم فریم هاست که تو چه تایم فریم هایی ترید کنیم، چه تایم فریم هایی اصلا به درد ما میخوره. اون بسته به علاقه، کاری که داریم، زمانی که میخوایم بذاریم. دومین بحث در مورد مناطق ارزون و گرونه که تو چه منطقه ارزونه میتونیم معامله رو بگیریم، تو چه منطقه گرونه باید دست نگه داریم تا بیا تو منطقه ارزون. و سومین بحثی که هست در چارت یک موقع‌هایی بازار رنج میزنه و هیچ نوسانی نداره، بتونیم شناسایی کنیم و گول نخوریم. اگر از این سبک ویدیو خوشتون میاد من رو سابسکرایب کنید و زنگوله بالای پیج رو بزنید که بتونین در زودترین حالت ممکن ویدیوها رو ببینید و نتیجهش رو بگیرید. بریم با هم دیگه. خب دوستان، بدون اتلاف وقت بریم که جلسه سوم با هم دیگه شروع کنیم. با من بیاین روی چارت. این چارتی که میبینین چارت بیت کوین دلاره و الان لایو بازاره. من خودم میخوام در مورد تایم فریم ها براتون صحبت کنم. من خودم اول از همه و مهمترین چیزی که باید چک بشه تایم فریم دیلی یا همون روزانه است که من میام توی تایم فریم روزانه میام کندل قبلی، یعنی روز قبلی بالا بذاریم. من زوم کنم ببینیم بالا یعنی سقفش و کفش رو اینجا اندازه گیری میکنم، یعنی میذارم سقف و کفش رو، بعد میام تایم فریم پایین. من یه نیم نگاهی به تایم فریم 4 ساعته میکنم و میبینم که روز بعدی که این باز میشه، بازار باز میشه، ببینم توی اون روزانه‌ای که من خطیش کردم بالای روز قبله یا پایینشه یا مثلا داخلش داره نوسان میکنه. ببینید الان قشنگ مشخصه. ما اومدیم توی 4 ساعت، همونطور که مشاهده میکنین الان روز بعد اومده شروعش اومده زده از سقف کندل روز قبل بالاتر. ببینید تایم فریم ها به صورت یک در میونه، یعنی من خودم دیلی رو که حتما نگاه میکنم همونجوری که بهتون گفتم، 4 ساعت هم یه نیم نگاهی بهش میندازم، بعد میرم روی 1 ساعت. من روی 1 ساعت معمولا محدوده ها و ناحیه ها رو مشخص میکنم و توی 5 دقیقه ورود میکنم. حالا ورود به معامله میکنم. حالا باز ما جلوتر بریم در مورد ناحیه ها و چجوری قیمت به ناحیه میرسه و اینا با هم مفصل صحبت میکنیم. حالا شما بسته به اون نوع کارتون، اینکه چقدر وقت میذارین داخل مارکت، اینکه دی تریدرین یا میخواین نوسانات کوچیکو بگیرین، باید خودتون یه جوری میزون کنین که ببینین کدوم تایم فریم به دردتون میخوره. میگم من خودم تایم فریم 1 ساعت و 5 دقیقه رو در نظر دارم و روش ترید میکنم. حالا شما میتونین 4 ساعت 15 دقیقه و 1 دقیقه ورود کنین. من 1 ساعت چارتم رو میکشم، ناحیه‌ام مشخص کنم و تو 5 دقیقه ورود میکنم. این از تایم فریم ها. بحث بعدی که داریم این مناطق ارزون و گرونه که رو چارت الان نشونتون میدم. ببینین الان مثلا ما اینجا میام در مورد ناحیه ها با هم صحبت میکنیم. ما الان اینجا یه ناحیه داریم. خب روندمونم که باز بخوام بهتون بگم، ببینین به این شکله، اومده پایین رفته بالا. یعنی چجوری شده؟ اینجا ما ناحیه داشتیم، اینجا یه سقفی داشتیم، یه کف اومده سقف قبلی رو رد کرده و اومده اصلاح داده و سقف قبلی خودش رو رد کرد. یعنی ما وارد روند صعودی شدیم. حالا ما اینجا یه ناحیه داریم. ناحیه به این شکله که الان ما انتظار داریم قیمت بیاد به این ناحیه و از اینجا دوباره به روند خودش ادامه بده و اون موج صعودی رو داشته باشیم. حالا ما میتونیم اینجا معمولا به اوایل ناحیه ما واکنش داریم. خب ممکنه بیاد مثلا به این قسمت ناحیه بخوره یا بیاد توی خود ناحیه که اونم باز جلوتر بهتون میگم که چجوری کندلا رو چک کنیم و چجوری تایید بگیریم برای معامله. خب ببینین اینجا خب ما میتونیم الان معامله‌مون رو باز کنیم، یه معامله لانگی بگیریم. معامله لانگ رو بگیریم، استاپمون رو بذاریم پشت ناحیه و حالا تیپیمون هر جا که هستش.
حالا ما اگه بخوایم اینجا مثلا ممکنه منطقه گرونی باشه، حالا ما میتونیم بریم تو تایم فریم 5 دقیقه همین ناحیه رو دوباره بهینه کنیم. حالا تو جلسه بعد راجع به بهینه کردن ناحیه باهاتون صحبت میکنم. ببینیم بهینه کردن ناحیه به این شکل میشه. حالا ما میتونیم دوباره بیایم تو تایم فریم 1 ساعته و حالا چیکار کنیم؟ اینجا ورود کنیم. یعنی به جای اینکه الان این قبلیه بیایم مثلا اینجا ورود کنیم. خب اینجوری در نظر بگیرین. ببینین الان ما بذارم این سمت، الان ما اینجا استاپمون 0.5% میشه، اینجا استاپمون 75% میشه. یعنی باز این معامله‌ای که ما داریم باز میکنیم از لحاظ مثلا منطقه ارزون و گرون، منطقه ارزونه. حالا بهتره که مثلا دنبال کنیم روندو و بیایم مثلا تو مناطق ارزون ترید کنیم. اینم از مناطق. بحث بعدی که هست جاهایی که چارت رنج میزنه. ببینین بذاریم بهتون نشون بدم، من اینا رو پاک کنم. ببینین جاهایی که چارت رنج میزنه، الان ما اینجا یه رنجی رو داریم. الان داخل این محدوده ما از اینجا تا اینجا یه رنجی رو داریم. خب ببینین اینجا که چارت رنج میزنه، بعد از این رنج باید ما کندلای قوی داشته باشیم. نگاه کنین الان اینجا از این رنج که خارج شده 2 تا کندل خیلی قوی زده، اومده از این حالت رنج خارج شده. حالا باز دوباره اومده توی رنج و اینا رو کار نداریم. یک این مورد رنج زدن میتونه چند تا دونه کندل باشه، میتونه یا مثلا 1000 تا کندل باشه، 100 تا کندل باشه. هم میتونه تعداد کندل کم باشه، هم میتونه تعداد کندل زیاد باشه. و اینکه میتونه حتی شادو هم باشه، یعنی به صورت سایه باشه. اینا کندلا بغل هم داره سایه های کم و زیاد باشن. این 2 مورد. بعد این میشه قسمت رنج چارت که ما داریم. یه جاهایی هم که چارت رنج میزنه، بانک ها میان سفارش رو پر میکنن. یعنی میان مثلا از قصد از بالا یا پایین رنج میان استاپ ها رو میزنن که اونایی که حالا مثلا بای زدن یا اونایی که سل زدن استاپ هاشون بخور. بحث بعدی که داریم، ما اگه کندل بزرگ دیدیم با یه بدن خیلی قوی مثل اینجا ما یه کندل بزرگ دیدیم، قطعا باید شک کنیم. یعنی ما داخل این کندل بزرگ تو تایم فریم پایین تر محدوده داریم. خب میتونیم محدوده ها رو چک کنیم. ببینید الان اینجا رو من بیام تایم فریم پایین، ببینید الان این میشه اون قسمتی که تو 1 ساعت هست. ما اینجا الان محدوده داریم. نگاه کنین ما اینجا ناحیه داریم. در مورد ناحیه ها صحبت میکنم. خب حالا ببینین الان اون حرکتی که به سمت بالا رفته، خب تو 1 ساعت مشخص نمیشه دیگه. ببینین تو دل این کندل است، تو دل کندل است که رفته، ولی تو 5 دقیقه کاملا مشخصه که این از این ناحیه که بلند شده. ببینید چند بار به این ناحیه برخورد کرده تا نتونسته سقف قبلی خودش رو اینجا رد کنه و اومده پشت ناحیه استاپ ها رو جمع کرده و دوباره حالا اینجا داره رنج میزنه، دوباره اومده بالا و قیمت دوباره داره میریزه. حالا اگر که با شادو خیلی بلند دیدیم، یعنی یه سایه خیلی بلند دیدیم مثل اینجا، ببینید مثل اینجا، قطعا داخل این سایه و شادو هم ما یک سری محدوده داریم. ببینید الان ما داخل این شادو، یعنی سایه‌ای که بوده، ما اینجا کندل داریم که این خودش ناحیه است. حالا باز خواص ناحیه رو بهتون میگم که چجوری اصلا ناحیه تشکیل میشه. ببینید قیمت ازش اومده، دوباره بهش برخورد کرده و دوباره اومده داخلش و دوباره ریجکت شده، یعنی نتونسته ناحیه رد کنه و دوباره قیمت داره برمیگرده. بعد ما باید کل محدوده رنج رو مشخص کنیم از بالا تا پایین شادو. یعنی ما الان اینجا محدوده رنج داریم، تمام این شادو اینجا اینا جزو محدوده رنج ما میشه. ما اگه بخوایم محدوده رنج رو بررسی کنیم و داشته باشیم برای خودمون، از بالا و تا پایینش باید در نظر بگیریم. بعد هر جا هم که بازار به صورت شارپ رفته باشه، ما حتما یه داستانی داریم، همونجوری که بهتون گفتم. یعنی الان اینجا شارپ رفته، اینجا شارپ رفته. تو تایم فریم های پایین تر میتونیم نقطه ورودهای خیلی خوب داشته باشیم، پیدا کنیم و روشون معامله بگیریم. بعد قبل از یه حرکت شارپ هم حتما یه محدوده و یه ناحیه ما داریم. ببینین اینجا الان قبل این حرکت ما این ناحیه رو داریم، اینجا قبل از این حرکت این ناحیه هستش.
حالا میگم باز جلوتر در مورد ناحیه ها با هم صحبت میکنیم. بعد ما میتونیم قشنگ با تایم فریم ها بازی کنیم، یعنی یه جایی میبینین ما متوجه نمیشیم مثلا این روند صعودی نزولیه یا داره رنج میزنه، حتی قشنگ میتونیم تایم فریم رو عوض کنیم و تایم فریم های پایینتر چکش کنیم، یا پایینتر یا تایم فریم های بالاتر. اینو توجه داشته باشین کل چارت و کل قیمت به سمت تایم فریم های بالا میره، یعنی اعتبار تایم فریم های بالا نسبت به تایم فریم های پایین خیلی بیشتره. اگر حرکت پیوت دیدیم به صورت 7 و 8 هم باید شک کنیم. یعنی چجوری؟ ببینید الان اینجا یه حالت 7، اینجا یه حالت 8، یعنی در دل اینا تو سقف یا کف اینا محدودهای خوبی برای ترید ما میتونیم پیدا کنیم. این چیزایی که بهتون گفتم و این نکاتی که بهتون گفتم رو تمرین کنین. هر سوالی دارین یا انتقادی یا پیشنهادی یا میخواین در مورد موضوعات دیگه‌ای با هم صحبت کنیم یا یه سری نکته ها دارین، سوال دارین، حتما ازم بپرسین و اینکه تمرین بکنین، حتما سوال بکنین، بک تست، فوروارد تست اینا بگیرین، حساب دمو میتونین بسازین، حالا بهتون میگم چجوری حساب دمو بسازین، چک بکنید و اینکه مرسی که زمان میذارید و من رو دنبال میکنید. خسته نباشید.